چی داریم ما؟ آقا من اصلا بذار من رک صحبت کنم. اول که تو این 2-3 ساله از همون بالا، از هر جا که شما فکر کنید فوتبالو دارن خراب میکنن توی ذهنیت مردم. شما ببین مگه میشه دربی ذوبان و سپاهان باشه 2000 نفر بره، ورزشگاه آزادی 4 سال درست نکنم، اصطلاح پرسپولیس برن تو شهر قدس بازی کنن؟ چرا؟ چون 50 60 تا 100 هزار نفر یه جا جمع نشن. اگه ایده اینه خب دنبال چی میگردیم؟ مثلا فوتبال خراب کنیم؟ اوکی آقا نمیشه تراکتور چمنشو هی بگیم خرابه 4 5 تا تیم بزرگمون هی بگیم چمنش خرابه که چی جمع نشن یه جا؟ نه، اگر که کشور تنش داره یا هر چیزی رو سر فوتبال که نباید خراب کنیم. حالا بیام نمیدونم فلان جا اون خوب کار کرده، فلان جا اون خوب کار کرده. نه، یه چیزی بدین، یه چیزی هم بگیرین دیگه. تو زمین خراب مگه میشه فوتبال بازی کرد؟ لیگمون رو بریم چند تا زمین درست داریم تو کل لیگ؟ صفر. چند تا بازیکن داریم که بتونن روی زمینا بازی کنن؟ صفر. یارو میاد از خودش بره جام باشگاه آسیا فقط بازی کنه، حالا لیگ 2 1 بره، بعد بره بیرون هم بازی کنه، نه تو ایران چون چمن خوبه. این که میخواین فوتبال خراب کنه که اصلا به من ربطی نداره. خراب کنید فوتبال، تو دنیا خراب نمیشه. ایران میخواد خراب کنه، راجع بدش کنه، اون یه بحث دیگه است. ولی فوتبال یه چیزیه که تا 100 سال دیگه هم هیچ اتفاقی براش نمیفته. حالا تو کشور ما خراب نشه.